президент توجیکستان امامعلی رحمان روز 8 اکتبر سال 2022 در انجمن بین المللی مبارزه با تروریسم که در دوشنبه به کار آغاز کرد، سطح مبارزه جامعه جهانی با تهدیدهای تروریستی را ناکفایه نامید و از کشورهای جهانی خواست به تاجیکستان که به عقیده او در خط اول جبهه جنگ با تروریسم قرار داشته با افغانستان ناامن قریب 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد کمک بیشتر ارائه کنند. امامعلی رحمان گفت به مقامات تاجیکستان میسر شد که در سالهای آخر بیش از 400 نفر از شهروندانش اساساً زنان و کودکان را از سوریه و عراق و همچنین بیش از 5000 دانشجوی تاجیک را با مقصد پیشگیری از همراهشوی آنها به گروه‌های تروریستی و افراطگرایی از مدرسه‌های دینی خارجی به وطن برگردانند. امامعلی رحمان از کشورهای پیشرفته دنیا خواست از دادن حق پناهندگی به آنهایی که به عملهای تروریستی ایبدار میشوند خودداری کنند و برعکس برای بازداشت و به دست مقامات سپردن چنین افراد مساعدت کنند. امروزها ما مشاهده میکنیم که تروریستان و افراطگرایان از انستیتوت گریزه و پناهجوینده خوب استفاده کرده از باوری کشورهای بیشتر ترقی کرده سوء استفاده می نمایند. از این لحاظ ضرور است که ارزش‌های انسانی و حقوق بشر جدا از تروریسم و افراطگرایی بررسی کرده شده به شخصان برای صادر کردن عمل و کردارهای تروریستی جلب شده و ایبدار دانسته شده پناهگاه داده نشود و چنین اشخاص سر وقت بازداشت و به جوابگری جنایتی کشیده شوند، گفت امامعلی رحمان در انجمن دوشنبه. اشاره پرزیدنت تاجیکستان ظاهراً به سوی رهبران و طرفداران حزب اپوزیسیونی نهضت اسلامی است که در تاجیکستان سازمان تروریستی اعلام و فعالیتش ممنوع شده است، ولی صد نفر از رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشورهای اروپا پناه برده فعالیت خود را از آنجا ادامه میدهند. امامعلی رحمان بار دیگر تاکید کرد که تاجیکستان در خط اول مبارزه با خطر افراطگرایی و تروریسم قرار داشته نه تنها منطقه بلکه قلمروهای فراتر از آن را از عاقبت‌های فلاکتبار این ظهورات حمایت می‌کند. او از آن اظهار نگرانی کرد که در شرایط کنونی انتقال جنگجویان تروریست از نواحی جنگ زده خاورمیانه به منطقه‌های دیگر و در این زمینه تقویت یافتن موقع سازمان‌های تروریستی بین المللی در افغانستان برای دولت‌های آسیای مرکزی خوف جدی را به میان آورده است. امامعلی رحمان تعمیل غایه‌های تندگرایانه و موجودیت به اصطلاح گروه‌های خفته افراطی و تروریستی بین المللی را از جمله دیگر تهدیدهای جدی به امنیت منطقه برشمرد و از خبرنگاران دعوت کرد که به افراطی و تندگرا و تروریست منبر ندهند و نادانسته سببگار ترغیب عقیده‌های آنها نشوند. امامعلی رحمان با تاکید به اینکه تاجیکستان و افغانستان 1400 کیلومتر خط سرحد با قطعه‌های مرکب کوهی به هم می‌پیوندند و این تقریباً 60% مرزهای دولت‌های آسیای مرکزی را با این کشور را تشکیل می‌دهد، تلاش‌های تأخیرناپذیر جدی تطبیق تشبث تاجیکستان کنسپسیون کمربند امنیتی در اطراف افغانستان به منظور پیشگیری و کاهش دادن پیامدهای خطر و تهدیدها را امر ضروری نامید و ذکر کرد که تاجیکستان به خاطر تحکیم مرزش با افغانستان طی 2 سال آخر زیاده از 175 انشاءات سرحدی را ساخته به استفاده داد و حالا ساختمان 30 انشاءات دیگر ادامه دارد، ولی به تاجیکستان لازم است که در آینده باز 300 انشاءات مربوط را بنیاد کند. تاجیکستان از انگشت‌شمار کشورهای دنیاست که مخالفین حاکمان نو افغانستان از حرکت تندرو طالبان را به طور آشکارا پنهان می‌کند و به بسیاری از رهبران جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود و اهل خانواده آنها در قلمرو خود پناهگاه داده است.